این لقمه های خوشمزه را هر کی خورده عاشقش شده. حتما درستش کنید که مطمئنم عاشقش میشید. 3 عدد سیب زمینی رو پوست بگیرید و آب پز کنید. اونا رو کامل پوره کنید. پیازها رو همراه فلفل دلمه داخل تابه تفت بدید تا سبک بشه. به سیب زمینیاتون اضافه کنید پنیر موزارلا، پیازچه، نمک و فلفل سیاه هم اضافه کنید و خوب مخلوط کنید بذارید کنار. 2 عدد تخم مرغ رو همراه نمک و شکر با همزن بزنید. به شیر و آرد رو کم کم اضافه کنید تا خمیری مثل تصویر درست بشه. داخل تابه رو کمی چرب کنید، با ملاقه داخل تابه بریزید و 2 طرفش رو بذارید بپزه. از مواد داخل نونا قرار بدید. داخل تخم مرغ مزه‌دار شده و آرد سوخاری بغلتونید و داخل تابه 2 طرفش رو سرخ کنید. بچه‌ها این لقمه‌ها فوق‌العاده خوشمزه و بسیار مقوی هستند. حتما درستش کنید و برای بچه‌هاتون آماده کنید. نوش جان.